ولذا ما معتقدیم دو گروه از مسلمان نماها کافرن. خود از تعمیرم فرمودن. یکی اونایی که غلو میکنن، شیعه افراطی هن. یعنی حضرت علی رو از پیغمبر و از قرآن بالاتر میبرن، نسبت خدایی میدن به علی و اهل بیت. اینا کافرن. اگر کسی به نام شیعه بگه علی یا اهل بیت خالق ماین، نمیدونم رزق ما دست اوناست و از این قبیل، مستقلاً بر اینا در عرض خداوند جدا از خداوند شأنی قائل بشه، اون شیعه کافره. اینا شیعه های افراطی هن. از اینا هم داشتیم، همین علی اللهیا و اینجور تیپا الان هم داریم. ممکن البته ناآگاهانه ولی این کفر. گروه دومی که کافرن اونایی که میگن ما مسلمانیم و به علی و فرزندان علی و به اهل بیت پیغمبر فحش میدن و اهانت میکنن. اونا هم کافرن، ناصبی به اصطلاح. در حالی که برادران اهل سنت هرگز اینطور نیستن. در تمام عالم هر جا میرید اهل سنت به علی و فاطمه و اهل بیت احترام میکنن. ناصبی کافره، نه سنی. شیعه قالی افراطی که اهل بیت رو از حد تا حد خدایی بالا میبرن، اونم کافرن. اینا تو روایت ماست هر دوش.